$1,200,000 بود سرمایه ابتدایی. فعلا ما بیشتر از $3,000,000 سرمایه ماست و 2 خط تولید فعال داریم، 1 خط دیگر در حال فعال شدن است. ما در کل بیشتر از 30 قلم که نزدیک به 35 قلم محلول‌های زرقی تولید میکنیم. فعلا 2 خط تولیدی ما فعال داریم که شامل خط انفیوژن بک و سولوشن بک. در اردو خط تولیدی ما ظرفیت روزانه‌اش تقریبا نزدیک به 60,000 دانه میرسند. هر محصولی که تولید میکنیم قبل از اینکه تولید بشه اونا را تست میکنیم که پایروژن و میکروب نداشته باشه. بعد از اینکه تولید میشه و به آخر میرسه و پروداکت نهایی هستن، باز هم تست نهایی را انجام میدیم. برنامه ما که است 9 ساعت است همراه غذا. مثلا 1 ساعت غذا بخوریم 8 ساعت کاری ما میشه. دیگه امتیازات بعض امتیازات فابریکه هم در نظر داره، سالانه ارزیابی داره. ما 35 نمایندگی فروشات فعال در 34 ولایت افغانستان داریم که بیشتر از 30 محصول محلول‌های زرقی تولید می شود. این کمپانی ما در کل بیشتر از 30 قلم که نزدیک به 35 قلم محلول‌های زرقی تولید میکنیم. فعلا 2 خط تولیدی ما فعال داریم که شامل خط انفیوژن بک و سولوشن بک. در اردو خط تولیدی ما ظرفیت روزانه‌اش تقریبا نزدیک به 60,000 دانه میرسند. به تاریخ 19 دلو سال 1404 واردات دوای پاکستانی به افغانستان بند شدند. فعلا مارکت خوبی برای محصولات داخلی است و ما فعلا 3 شفت کاری که در اینجا کار میکنه جوابگوی بازار داخلی نیستیم و هیچ فکری فعلا به سوی صادرات نداریم، چون اول ما باید بازار داخلیش باشه و بعد از او پلان صادرات داریم. در اواخر سال 97 افتتاح شد و با 1 قلم دارو ما وارد بازار شدیم که سرمایه ابتدایی که در اون زمان در اینجا سرمایه گذاری شد حدوداً 12.5 میلیون $1,200,000 بود سرمایه ابتدایی. فعلا سرمایه چقدر هست؟ چند خط تولید دارید؟ فعلا ما بیشتر از $3,000,000 سرمایه ماست و 2 خط تولید فعال داریم، 1 خط دیگر در حال فعال شدن است. از همون شروع باید کیفیت بالا باشه، چون اگر خدای نخواسته اندک کیفیت کم باشه باعث مرگ مریض میشه. اما در کمیت ما در ابتدا از 1 قلم شروع کردیم، 1 قلم سودیم 1000 میلی، سرم 1000 میلی و فعلا حدودا در حد 40 قلم دوام ما رسیدیم که در این بخش آنتی بیوتیک ها را ما اضافه ساختیم. در داخل کارخانه تقریبا 100 نفر کار میکنه و در 35 یا 36 نمایندگی که ما در ولایات و شهرهای بزرگ کشور داریم، در اونها هم در هر نمایندگی به طور میانگین 3 الی 5 نفر کار میکنه که جمعاً حدوداً 200 یا 250 نفر فعلا مصروف است، به گونه مستقیم مصروف است. این که به گونه غیر مستقیم کار خلق شده و کسانی مصروف است، مثل انتقالات ترانسپورت، بار، دواخانه ها، کلینیک ها، بخش های فارمسی. این باز یک چیزی تقریبی است.
ما یک زمین خالی داریم در کنار جای کارگاه ما که است. فعلا هیئت آوردیم از اداره غذا و دوا، اونا او را بررسی کرده، کروکی شده، منتظر هستیم که نقشه از او تایید شود. هر زمانی که اگر امروز هم نقشه تایید شود، صبح اونجا کار شروع میشه. کار بسیار قوی که ما در اونجا قرار است 6 خط تولیدی دیگر در اونجا فعال کنیم. 6 خط تولیدی که شامل آنتی بیوتیک ها میشه، شامل کیت های لابراتواری میشه، شامل پیچکاری باب میشه، شامل شربت میشه و شامل جمعا دواهای خوراکی. در قسمت صادرات و در قسمت صادرات ما زمانی که خطوط خود انکشاف دادیم و زیاد کردیم، مسلما این نقشه را داریم که در کشورهایی که فعلا دوای پاکستانی مصرف میشه، دوای ایرانی مصرف میشه، دوای ترکی مصرف میشه، دوای چینایی مصرف میشه، ما باید دو کشورها صادرات داشته باشیم. اگر شود در خود کشور ما مواد خام تولید شود، چون مواد خام یک بحث خیلی حیاتی است. فعلا ما مواد خامی که میریم از کشورهای معتبر دنیا وارد میکنیم، اما در مسائل بسته شدن مرزها، در مسائل بعضی حوادثی که در گمرکات به وجود میاد، قطعا دچار مشکل میشیم. داخل حالا شد. تخصص ما در قسمت میکروبیولوژی محیط های کشت، محیط کشت درست میکنیم که توسط از این محیط کشت محلولات زرقی میتوانیم همین محلولات که تولید میکنیم اینا را تست بکنیم، چه از مواد غذایی باشه چه مواد دوایی. که بخش مواد دوایی فعلا فعال هستن. هر محصولی که تولید میکنیم قبل از اینکه تولید بشه اونا را تست میکنیم که پایروژن و میکروب نداشته باشه. بعد از اینکه تولید میشه و با آخرم میرسه و پروداکت نهایی هستن، باز هم تست نهایی را انجام میدیم تا اینکه کدام مشکل ایجاد نشود وقتی مواد عرضه بازار میکنیم. و همین خاطر این بخش خیلی مهم است که در بخش تولید دوایی هر محصولات که تهیه میشه باید همین تست ها باید انجام شود تا اینکه مشکلات که در قرار که ایجاد شود اینا برطرف بشه. ما به عنوان کارمند در این بخش که کار میکنم البته راضی هستم و تا جایی هم که موادهایی که لازم داشتیم اینا رو سر موقع تهیه میکنن، دستگاه‌هایی را که خواسته باشم هم تهیه میکنن و هر چی نیازمند باشیم بیشتر اونا را اینا تهیه میکنن، یعنی سر موقع اونا را تهیه فراهم میکنن و خیلی هم راحت هستیم، خوشحال هستیم از اینکه اینجا کار میکنیم. وظیفه ما است بخش تولید. بخش تولید از انتقال مواد خام به بخش تولید بعد از تا بسته‌بندی تا خروج از گدام. یعنی بخش تولید نظارتش بسته‌بندی، خود تولید، فیلینگ و تکلف کلش مربوط ما میشه که ببینیم زیر نظر بگیریم. چطور از کاری که اینجا انجام دادیم شما خودتون راضی هستید یا باشه که امتیازهایی که می‌کنه راضی هستید؟ بله، کار ما خوب است. برنامه ما که است 9 ساعت است همراه غذا. مثلا 1 ساعت غذا بخوریم 8 ساعت کاری ما میشه. دیگه امتیازات، بعض امتیازات فابریکان در نظر داره، سالانه ارزیابی داره که در ارزیابی مثلا اگر نمره کافی گرفته باشیم معاش ما بلند میشه. دیگه از نگاه فشار کاری هم خوب است تا حدی هست که ما میتونیم کار خود پیش ببریم. خب ما مسئول لابراتوار هستم و محصولات که تولید میشه در اینجا ما او را تست های لابراتواری میکنیم و کنترل کیفیت بالای از اونها انجام میدیم. از کاری که انجام میدید راضی هستید یا امتیازات به شما داده میشه؟ چون راضی هستید و اینکه میتونه بخش از مشکلات زندگی شما حل کنه؟ در اینجا ما کار میکنیم مطابق پالیسی شرکت، معاش که میگیریم تا جای را راضی هستیم و انشاءالله خوب است گزاره میشه. ما باور داریم که در مجموع کارمندان نبض حیات صنعت است و باید به کارمندا توجه شود و علت از این که ما به خاطر هفته صنعت مراسم گرفتیم که از کارگر تقدیر شود و برای کارگر و کارمند تحفه و هدایا داده شود و معاش از اینا بلند شود. خواستیم که من حیث یک فابریکادار و من حیث یک صنعتگر این پیام به همه صنعتگرای از وطن برسانیم که
اول در قسمت امی ساحه کاری کارمندا و محافظت کارمندا و امینی کارمندا توجه شود که خیلی مسئله مهم است و دوم در مسئله حقوق کارمندا و ای که در برابر ساعات کاری باید معاشی مناسبتر و معاشی که مناسب شأن و ارزش و توانایی کارمند باشد باید برای از اونا داده شود که ما در این قسمت سال 2 بار در هر 6 ماه کارمندای خود توسط یک کمیته ارزیابی میکنیم که بر اساس ارزیابی معاشات ما بالا میبریم که این سال کسایی که در ردیف اول قرار گرفته 15% معاششون بالا میشه نسبت به سال گذشته و کسایی که در ردیف دوم است 10% معاششون بالا میشه و کسایی که در ردیف سوم است باز 4 ماه دیگه بر از اونا وقت دادیم که اونا خود مسلکی بسازه و باز هم به ارزیابی آماده شود.